در برنامه اخباری آزادی از حادثه های تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 16 آگوست است. در برنامه این گزارش ها را داریم. مهاجران تاجیک از افزایش یافتن بازداشت و فشار شکایت میکنند. جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق امریکا و 18 نفر از همراهانش را به تلاش به اعتبار کردن نتیجه های انتخابات گمانبر اعلام کردند. دادستانی گفت تفتیش پرونده بحث و زنازنی ساکنان دهه لکت استراوشن با کارمندان پلیس را تمام کرده است. همون دعوت شونده با یک دختر همدیهاشون رابطه داشته. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید تفتیش مهاجران در روسیه بر اساس معیار و مقررات صورت میگیرد و آنها را نباید علامت فشار به تاجیکستان شمرید. سراج الدین مهردین در این باره روز 15 آگوست در نشست خبری صحبت کرد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف. ماه می در روسیه چنین ریدها آغاز شد. لطوکوب، تحقیر و تعقیب مهاجران. در 3 ماه اخیر چنین نوارها از کنج و کنار روسیه نشر شد. مسکو این را یک معرکه برای سنجش اسناد مهاجران گفت. در تاجیکستان مقامات اول از نقض حقوق مهاجران نگرانی می‌کردند، بعداً آهنگ صحبتشان تغییر یافت. در نشست خبری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مسئله اذیت مهاجران نیز سخن رفت. وزیر کارهای خارجه باور دارد که روسیه با گذرانیدن این ریدها به تاجیکستان فشار نآورده است. با نظر داشتی سطح بلند مناسبت‌های بسیار سمتای ما با فدراسیای روسیه فشاوری جای داشته نمیتواند. در مورد عملیات‌های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد. وزیر کارهای خارجه همچنین از صحبتش با سرگئی لاوروف درباره مهاجران یاد کرد. اما برونیم که ضمن برگزاری چنین چورابینی نقشوی و غیر نقشوی خیلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانس با سرگئی ویکتوروویچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم. جهتی به تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی‌های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید. بر علاوه این صحبت وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان ماه می به همتایان روسشان نامه فرستاده از لطوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت‌های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه‌ها رسما چیزی گفته نشد. حامیان حقوق میگویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد. یک چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشون به همون شعبه‌های پلیس زنگ زدند و یک چند مرتبه واکنش‌ها نشان دادند و بسیار هم حالت‌های بودند که در طرف خیمکی و در طرف چوپلیستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالتی که همین سفارتی واکنش نشان داد، یعنی شهروندان تاجیکستان از اوجه جواب دادند. اما در مثال همین ریدهایی که بودند یک چند مرتبه مثال سفارت تاجیکستان که ناتوان کردن متاسفانه اونقدر یعنی بگیم از همین ریدها بس هم نشد. این حقوق شناس تاجیک میگوید از میان سفارتخانه‌های کشورهای آسیای مرکزی نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور، سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لطاکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
ضمناً در یک هفته اخیر در شهر سنت پتربورگ روسیه ده‌ها مهاجر تاجیک بازداشت و بازپرسی شدند. گروهی از مهاجران که شهروندی روسیه را نیز داشتند برای جلب به ارتش در کمیساریات‌های حربی ثبت نام شدند. همکارم کیومرث سیاتا در این باره گزارش دارد. پاسپورت داره، همه‌ش کتاب رفته است. دستش به پوزکه داده است. به ده‌ها مهاجر تاجیک که در انبار سبزوات صوفیای سنت پتربورگ کار می‌کردند برای جلب به ارتش روسیه دعوتنامه دادند. این گروه صاحب هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه بودند. آنهایی که شهروندی روسیه را نداشتند به بازداشتگاه برده شدند. یک نمود درآمده است. آخر نداره. این سفیسکی بازار. سنت پتربورگ سفیسکی بازار. در این انبار بزرگ سبزوات ده‌ها مهاجر تاجیک کار میکنند. در نوارهایی که مهاجران به ما فرستادند دیده می شود که یک نفر را با زور به دستانش زولانه میزنند. پلیس شهر سنت پتربورگ گفته است وقتی تفتیش انبار سبزوات نسبت به یک مهاجر برای نداشتن سند پرونده جنایی گشاد. به گفته مقامات روسیه در این تفتیش 400 مهاجر بازداشت شدند و 100 نفر از آنها را برای جلب به ارتش در کمیساریات حربی نامنویس کردند. بیش از 50 نفر به گفته پلیس روسیه قاعده های بود و باش را در آن کشور ویران کردند. مهاجران میگویند بیش از 100 مهاجر تاجیک را در یک هفته اخیر برای اخراج از روسیه به بازداشتگاه های موقتی بردند. مقامات تاجیکستان میگویند که موضوع را پیگیری دارند و در دایره امکان به مهاجران مدد خواهند کرد. ما نیت داریم مصلحت کردیم که روز جمعه در یکی از جوهای کلان وسیع همه شهروندان را جمع کرده یک مرتبه دیگر قدشون یک صحبت کرده، یکم که از التماس کنم که قانون قاعده ها را ویران نکنند، دوم اینکه خیر فرهنگ از ملت ما فراموش نکنند و سوم موضوع اگر که یگان سوال های باشد و ناراضی باشند از آن حرکت های غیر قانونی بعضی اگر ساختارها باشد اما معلوماتیت من در اساس همون با کشور اقامت همکاری میکنیم تا اینکه این خیلی شخصا و دیگر مراتبه به این خیلی کارهای غیر قانونی مثال دست نزنند. بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک در روسیه در چند ماه اخیر افزایش یافته است. مهاجران و فعالان این معرکه را قصدگیری و یک نوع فشار مقامات روسیه می‌دانند. رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. بعد آنکه هیئت حکمان در دادگاه ایالت جورجیا سابق پرزیدنت دونالد ترامپ و 18 گمانبر دیگر را در رابطه با تلاش بیکار کردن نتیجه های انتخابات سال 2020 گمانبر اعلام کردند، با باور برخی تحلیلگران هم جوابگران دیگر ترامپ احتمالاً بعد این برای دادن بیانات علیه ترامپ بیشتر تشویق شوند. گزارش صدای آمریکا را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم می‌کند. шаби душанбе бисёр амрикоиҳо то дер нахобида иттиҳоми 97 саҳифаии достони додгоҳи ноҳияи фултонро алайҳи президенти собиқ Дональд Трамп ва 18 ҳамҷавобгари ӯро тамошо карданд. як ҳайати калони ҳакамон иттиҳоми 19 нафарро бар асоси қонунҳои ҷорҷия бетағйир гузошт ва ин нафаронро дар маслиҳати ҷиноии пешакӣ барои бекор кардани натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ин аёлат гумонбар медонад. уиллис ба Трамп ва дигар ҷавобгарон то нисфи рӯзи 25 август вақт дод ки ба додгоҳ ҳозир шаванд. як коршинос гуфт ки ҳамаи онҳоро дар як гурӯҳ муҳокима хоҳанд кард. این چیز از هر جهت خوب نیست، چون اگر شما در صدر این زنجیره قرار داشته باشید دیگران تلاش میکنند با دلیل و بر ضرر شما بیانات بدهند. دونالد ترامپ дар шабакаҳои иҷтимоӣ иттиҳомотро маҳкум намуда худро бегуноҳ номид ва додистон уиллисро як шахси берун аз контрол ва фасодзада гуфт. Трамп афзуд ки дар як нишасти матбуотӣ гӯё сохтакорӣ шудани натиҷаҳои интихоботро дар ҷорҷия исбот мекунад. дар пайи тахминан 60 муҳокима дар додгоҳҳои дигар дар саросари амрико то ҳол иттиҳомҳои ҳамсони Трамп беасос номида шудаанд. амрикоро бори дигар бузург мекунем. ҳоло дар пешорӯи интихоботи соли 2024 Трамп дар миёни ҷумҳурихоҳҳо боз ҳам пештоз аст. номзадҳои дигар аз интиқоди ӯ худдорӣ мекунанд. масъала ин аст ки мисли дигар ҷомеаҳо ҳар вақте аз як хат убур кардӣ ва муҳим нест ки ин кор хуб буд ё бад, ин кор дубора такрор мешавад.
پیامد کاری دونالد ترامپ هم برای دموکراتی امریکا همین است. او آن را برهم زد و ضعیفتر کرد. در امریکا برخی تنها بعد حکم دادگاه آماده هستند نظر بدهند. من این را نمیدانم و تا زمانی که دادگاه او را گناهکار نبرارد او بیگناه است. اینجا امریکا است. ترامپ می‌خواهد مرافعه‌ها تا زمان انجام انتخابات نوامبر سال 2024 پس پرتو شوند. ویلیس می‌خواهد در دوام 6 ماه آینده برپا کند. ترامپ را در نیویورک، واشنگتن و فلوریدا هم مرافعه‌ها انتظارند. رو می‌آوریم به تاجیکستان. مقامات دادستانی ولایت سوغد اطلاع داد که حادثه جنجال ساکنان دهه لکت شهر استراوشن را با ماموران آنجا به اتمام رسانده به دادگاه ارسال کرده است. این حادثه آخر ماه می رخ داده بود. وزارت کارهای داخلی ادعا داشت که ساکنان به فعالیت ماموران میلیسا مانع شدند. ساکنان گفتند که سبب جنجال رفتار میلیسا ها بود. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. دادستانی شهر استراوشن پرونده جنجال ساکنان دهه لکت با ماموران میلیسا را به انجام رسانده است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که ماموران میلیسا به منطقه کشاورزی دهه برای جستن جوان رفته بودند که سن و سالش به خدمت حربی موافق بود. یک زن و دختری که در داخل نقلیات میلیسا بودند برای کمک رفتند. معلوم میکنند که همون پسر بچه همون دعوت شونده با یک دختر همدیهاشون رابطه داشته است، گپ می‌زد، مناسبت داشته است. همون رو یافته با واسطه این یک جای اون رو دعوت میکنند و شعبه کارهای داخلی میبیاید یک جایی برای یافتن اون دعوت شونده که اون با همون دختر با واسطه تلفن هم صحبت میشن، جون رو معین میکنه در یک صحرا با کشت و کار مشغول بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا گفته بود گروه از ساکنان دهه لکت ماموران میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند، ولی ساکنان ادعا کردند که سبب دیگر بود و قضیه به تلاش دست درازی به یک دختر نابالغ ربط دارد. برای از جوابگری جنایتی آزاد نمودن خویش تبارش امکویش انا نشان دادش رو دیگر میکند میگوید که نه من رو مجبوری آوردند، من خودم ناومدم، من رو با برای علاقه جنسی کردن آوردند. یکی معبود و اینجا بود دیگر شویدون است، اون دختر دیگر است، دیگران است که نه خب ما با اینجا اگر وای میرفتیم و کجوری سحرون بین مردم میوردیم گفته و تفتیش مونگی میکنه، تفتیش خلادار میکنه برای تنها به خاطر اما که خشت تبارن سر جوابگری جنایتی آزاد کردن. در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی دختری نابالغ که از دست درازی ماموران میلیسا شکایت داشت مناسبتش با جوان دعوت شونده را رد کرده بود. حالا در کرسی عیبداری دو عمک این دختر و 3 ساکن دیگر دهه لکت نشستند. به گفته مقامات پرونده ساکنان بازداشته دهه لکت حالا در بررسی نهایی است و باید مرافعه دادگاهی هم شروع شود. جنجال ساکنان استراوشن با ماموران میلیسا آخر ماه می امسال روی داده بود. روز 2 ایول ریاست وزارت کارهای داخلی با نشر گزارش رسمی گفته بود که گروهی از ساکنان دهه لکت را با سبب لطوکوب و مانع شدن به کار میلیسا بازداشت کردند. آن زمان مقامات در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چه سر زد و پس از چند ساعت نوا را از شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. برای تحقیق موضوع خبرنگار رادیو آزادی به جای حادثه رفت و با برخی از شاهدان آن صحبت کرد. خانواده در این دهه ادعا کرد که چند مأمور میلیسا دختری نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین بوده است. پس از نشر این گزارش در رسانه‌ها پیوندان دختر نابالغ در شهر استراوشن گفتند که مقامات به جای رسیدن به داد آنها برعکس فشار آوردند که چرا با روزنامه‌نگاران صحبت نمودند. که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.